تا حالا فکر کردید پشت چهره مدرن تهران کیا ایستادن؟ برج‌ها، کاخ‌ها، فرودگاه‌ها و حتی موزه‌ها. یکی از نام‌هایی که شاید کمتر شنیده باشید اما رد پاش توی تمام این بناها هست، عبدالعزیز فرمانفرماییانه. معمار برجسته‌ای که نه تنها طراحی کرد، بلکه زیرساخت مهندسی مدرن ایران رو هم پایه‌ریزی کرد. سلام و صد سلام. توی این ویدیو می‌خوایم زندگی و آثار کسی رو مرور کنیم که رد پاش توی مهمترین نقاط ایران باقی مونده. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. عبدالعزیز فرمانفرماییان یکی از پیشگامان معماری معاصر ایران و استاد برجسته دانشگاه تهران بود. چهره‌ای که نه تنها بر طراحی فضاهای شهری اثر گذاشت، بلکه به عنوان یکی از بنیانگذاران نظام مهندسی مدرن در ایران شناخته می‌شد. او در سال 1299 خورشیدی در خانواده اشرافی و بانفوذ متولد شد. خانواده‌ای که هم ریشه در سلسله قاجار داشت و هم در بافت سیاسی و فرهنگی ایران نقش آفرید. پدرش عبدالحسین فرمانفرماییان یکی از قدرتمندترین شاهزادگان قاجار و از نوادگان عباس میرزا بود. مادرش بتول خانم اهشمی از یک طرف به سادات اهشمی کرمانشاه و از طرف دیگه به خاندان دولتشاهی محمد علی میرزا دولتشاه وابسته بود. اون توی سال 1942 میلادی ازدواج کرد و پس از پایان جنگ جهانی دوم به همراه خانواده‌اش به پاریس بازگشت و در آتلیه آقای نیکوت در هنرستان جهانی هنرهای زیبا پذیرفته شد و توی سال 1950 میلادی از اونجا فارغ التحصیل شد. پروژه نهایی که به عنوان پایان نامه اون ارائه شد، طراحی یک کاروانسرای مدرن در جنوب ایران بود که این پروژه جایزه بهترین پایان نامه سال رو هم دریافت کرد. فرمانفرماییان تحصیلات عالی خودش رو توی دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبای پاریس گذروند. اون توی دهه 30 شمسی با مدرک معماری فارغ التحصیل شد و به ایران بازگشت. با ذهنی آکنده از سبک معماری مدرن اروپایی و نگاهی نوگرا به معماری ایران. او ابتدا در گاراژ پدر خودش کار طراحی رو آغاز کرد و خیلی زود تونست وارد فضای دانشگاهی بشه. در دانشکده هنرهای زیبای تهران زیر نظر محسن فروغی و در کنار معماران بزرگی چون هوشنگ سیحون، حیدر قیایی و مهندس آفتندلیان به تدریس و طراحی پرداخت و نسلی تازه از معماران ایرانی رو پرورش داد. دفتر معماری اون با ساختاری متفاوت از دفاتر کلاسیک اون زمان مکانی بود برای شکوفایی استعدادهای جدید. فرمانفرماییان بیشتر بر مدیریت پروژه‌ها، عقد قراردادها و راهبردهای طراحی نظارت داشت و در کنار تیمی جوان طراحی‌های بزرگ و ماندگاری را هدایت کرد. یکی از نقاط عطف زندگی فرمانفرماییان در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون در آمریکا بود که با شکایتی از دولت ایران تونست از محل حساب‌های بلوکه شده ایران در آمریکا غرامتی بیش از $1,000,000 بابت خروج اجباریش از کشور دریافت کنه. فرمانفرماییان در سال 1980 میلادی برای همیشه به پاریس و سپس به اسپانیا رفت و در 31 خرداد 1392 خورشیدی در سن 93 سالگی درگذشت. برخی از مهمترین پروژه‌های عبدالعزیز فرمانفرماییان: طراحی و نظارت بر استادیوم آزادی، مجموعه ساختمان‌های شرکت نفت ملی ایران در تهران، ساختمان وزارت کشاورزی، ساختمان وزارت کار، بانک اعتبارات ایران، ساختمان پست و تلگراف و تلفن تهران، طراحی بخش‌هایی از فرودگاه مهرآباد، ارائه طرح اولیه فرودگاه امام خمینی، طرح جامع شهر تهران، برج‌های مدرن مثل برج سامان و برج‌های ونک پارک، طراحی کاخ‌هایی همچون کاخ مادر، سعدآباد، کاخ نیاوران، ساختمان اداره کل صدا و سیما، طراحی و ساخت موزه فرش تهران، پروژه شهرسازی و خانه‌سازی مثل سرچشمه کرمان. حالا شما به من بگید کدوم یکی از این پروژه ها و ساختمونا رو از نزدیک دیدی؟ تو کامنت ها برام بنویس. اگه فکر میکنی معماری فقط چیدن آجر روی هم نیست، اگه به تاریخ و قدرت و هنر علاقه‌مندی، پس همین الان ویدیو رو لایک کن و سابسکرایب یادت نره، اون زنگوله رو هم بزن که هیچ داستان مهمی رو از دست ندی. تا یه داستان دیگه و یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.